به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین از آقای جیمز کلیر شروع میکنیم. کتاب ذهنیت برنده، جستارهایی درباره رسیدن به اهداف. من نمیدونم تلفظش جستارهاست یا جستارهاست. دیگه حالا خودتون میتونین که سرچ کنین و ببینین که واقعا چجوری خونده میشه. نویسنده جیمز کلیر، مترجم سبحان خسروجردی و ناشر نشر میلکان در سال 1401 در تهران این کتاب رو چاپ کرده. موضوع کتاب‌های مدیریت ذهن و کتاب‌های موفقیت شخصی هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با معرفی آقای جیمز کلیر شروع کنیم. این مقدمه خیلی کوتاه هستش. با من همراه باشید تا با کتاب رو ورق بزنیم. جیمز کلیر نویسنده امریکایی و متولد همیلتون در اوهایو ایالات متحده می باشد که از دانشگاه دنیسون در سال 2008 در رشته بیومکانیک فارغ التحصیل شد. کلیر که در دوران حضورش در دانشگاه کاپیتان تیم بیسبال نیز بود، پس از اتمام تحصیل مدتی به عنوان مربی عملکرد مدیران و ورزشکاران فعالیت کرد و پس از آن کار نویسندگی و سخنرانی را به صورت حرفه‌ای به ویژه از سال 2012 آغاز نمود. از آثار او میتوان به کتاب قدرت شروع ناقص و کتاب خرد عادت‌ها هم اشاره نمود که فروش بیش از 15 میلیون نسخه خرد عادت‌ها شهرتش را چندین برابر کرد. کتاب ذهنیت برنده مناسب چه افرادی؟ ذهنیت برنده با آموزه‌هایی که در خود دارد بدون تردید مناسب حال افرادی است که می‌خواهند به خواسته‌هایشان با برنامه‌ریزی و طراحی هدفمند و البته با ایجاد سبکی جدید در زندگی خود دست پیدا کنند و همچنین آنهایی که تاکنون در راه رسیدن به ایده‌هایشان موفق نبودند و طعم شکست را چشیدند. فهرست کتاب: اثر تحسین شده کلیر در بازار کتاب ایران توسط نشر میلکان و در 215 صفحه با ترجمه آقای سبحان خسروجردی به چاپ رسید. مطالب ذهنیت برنده در بیش از 30 بخش توسط مؤلفش ساخته و پرداخته شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. آدم‌ها همواره رویاهای بزرگی را در ذهنشان پرورش می‌دهند که اغلب در رسیدن به آنها ناکام هستند، زیرا برای آنها برنامه‌ریزی مناسب و در پی آن ایجاد عادت روزانه را در خود شکل ندادند و همین موضوع باعث گردیده تا فکر کنند که رسیدن به آمال و آرزوهایشان همواره غیر ممکن است. در صورتی که اگر افراد علاقه‌مند به دنبال کردن اهداف به این مسئله واقف کردند که به وجود آوردن یک سبک جدید زندگی چقدر میتواند آنها را یاری رساند، آن وقت متوجه خواهند شد که فاصله زیادی تا رسیدن به آنچه مدت هاست در ذهن خود پرورش داده‌اند ندارند. به وجود آوردن عادتهای جدید کار 1 یا 2 روز و یا 1 یا 2 هفته نیست، بلکه به مرور در طول زمان، برای مثال در عرض چند ماه شکل می‌گیرد که البته باید روند آن حفظ گردیده و از مسیر اصلی دور نشد. کلیر نویسنده کتاب ذهنیت برنده با تکنیک‌هایی که آموزش می‌دهد به خوبی به مخاطبانش یاد می‌دهد که چگونه ذهنش را به سادگی تبدیل به یک ذهن برنده نموده و راه رسیدن به اهداف را برای خودش بسیار ساده می‌سازد. شاید دیده باشید که خیلی‌ها تصمیم می‌گیرند در مدت زمان بسیار کوتاهی خود را برای یک امتحان سخت آماده کنند و یا در عرض کمتر از 1 ماه به باشگاه بدنسازی رفته و عضلات قابل توجهی را در بدن خود به وجود آورند، در حالی که هیچ یک از این موارد شدنی نیستند و بعد از گذشت چند روز و چند هفته فردی که این تصمیمات را برداشته
خسته کرده و روی از آنچه که قصدش را داشته است دست می‌کشد. اینها یعنی همان سنگ بزرگی است که علامت نزدن است و انسان‌های بسیاری را به دام ناامیدی کشانده است. پس بهتر است با راهکارهایی که جیمز کلیر در کتابش با بیانی ساده به آنها پرداخته است راه را برای موفقیت هموار کرده و خواسته ها را محقق ساخت. بخش‌هایی رو از این کتاب به صورت انتخابی و جمله‌های معروفی که این کتاب رو داره برای شما میخونم. در ماه آگوست 2012 تصمیم گرفتم که 100 دراز و نشست پشت سر هم با حالت بدنی درست و دقیق انجام دهم. وقتی برای اولین بار امتحان کردم فقط توانستم 36 دراز و نشست بزنم. قبلا شاید برای خودم مهلتی تعیین می‌کردم باید تا 31 دسامبر 100 دراز و نشست انجام دهم، اما این دفعه تصمیم گرفتم برای ورزش کردنم برنامه‌ریزی کنم. هر دوشنبه، چهارشنبه و جمعه شروع به دراز و نشست کردم. تا به حال تنها جلسات ورزشی که از دست دادم در حین مسافرت‌های طولانی بوده. من در حین جلسات ورزشم هیچ هدفی برای تعداد دراز و نشست‌هایم در نظر نگرفتم. بیشتر اوقات من سعی می‌کنم به ایده‌های خودم عمل کنم و کسی نباشم که صرفاً نظرات خود را با دیگری و یا دیگران در میان می‌گذارد. این راهبرد را با استفاده از 2 مثال واقعی از زندگی خودم توضیح می‌دهم. بر اساس تجربیات من، راه بهتر برای دستیابی به اهدافتان این است که به جای اینکه مهلتی تعیین کنید تا بر اساس آن پیش روید، برنامه‌ای تنظیم و بر اساس آن عمل کنید. این ممکن است تغییر بزرگی به نظر نرسد، اما تغییر بزرگی است. افراد مبتکر و موفق کارهایی را که برایشان مهم است بی‌وقفه انجام می‌دهند. بهترین وزنه‌برداران هر هفته در ساعتی مشخص به باشگاه می‌روند. بهترین نویسندگان هر روز پشت صفحه کلید خود می‌نشینند و همین است در مورد بهترین رهبران، والدین، مدیران، نوازندگان و پزشکان نیز صدق می‌کند. نکته عجیب این است که برای آنهایی که بهترین عملکرد را دارند، مسئله عملکردشان نیست، بلکه تمرین مداوم برایشان اهمیت دارد. اگر می‌خواهید از آن دست آدم‌هایی باشید که همواره به موفقیت‌های مختلفی دست پیدا می‌کنند، برای خودتان طوری برنامه‌ریزی کنید که بتوانید از آن پیروی کنید. نه اینکه مهلتی برای خودتان تعیین کنید و به سمت هدفتان بدوید. همانطور که خوانندگان همیشگیم می‌دانند، من به مدت 3 سال هر دوشنبه و پنجشنبه مقاله جدیدی منتشر می‌کردم. گاهی اوقات مقاله کوتاه‌تر از آنچه بود که انتظار می‌رفت. گاهی به اندازه‌ای که دلم می‌خواست تاثیرگذار نبود. گاهی به اندازه‌ای که میشد مفید نبود اما علی‌رغم همه چیز آنها را منتشر می‌کردم. نتایج این برنامه‌ریزی ساده شگفت‌انگیز بوده است. میلیون‌ها بازدید کننده، صدها هزار دنبال کننده و کسب و کاری تمام وقت. تصور کنید که به جای آنکه یک مهلت زمانی برای خودم مشخص کرده بودم، مثلا هر طول 12 هفته 1000 نفر دنبال کننده به دست بیاورم. اگر به هدفم نمی رسیدم به هیچ وجه امکان نداشت هر دوشنبه و پنجشنبه به نوشتن ادامه بدهم و سپس احساس شکست می کردم. در عوض ما به تدریج در حال ایجاد یکی از فوق‌العاده ترین اجتماعات آنلاین هستیم. عادت‌های بنیادی راهی ساده برای بهبود تمام ابعاد زندگی شما. عادت‌ها و کارهای روزمره خاصی وجود دارند که صرف نظر از شرایطی که با آن مواجه هستید، دستیابی به موفقیت را آسان‌تر می‌کنند. در واقع ممکن است همین حالا هم برخی از این عادت‌ها را داشته باشید. حتی اگر در حال حاضر از آن بیخبر باشید، اما مهمتر از همه اگر درک کنید که چگونه از این عادت‌ها بهره ببرید، می توانید تغییراتی مؤثر و چشمگیر در سلامتی، شغل و روابط خود ایجاد کنید و تجربه زندگی را که لایقش هستید آغاز کنید.
چارلز دوهیک در کتاب قدرت عادت در مورد ایده عادتهای بنیادی صحبت می کند. ما در هر بخشی از زندگی خود عادتهایی داریم. اما برخی امور روزمره که عادتهای بنیادی هستند به سلسله از اقدامات دیگر منجر می شوند. مثلا چند ماه پیش متوجه موضوع جالبی شدم. وقتی ورزش می کردم دوست داشتم تغذیه بهتری داشته باشم. حتی با اینکه می توانستم با شکلات و بستنی خودم را تشویق کنم، دلم می خواست غذاهای طبیعی و سالم بخورم. همچنین بهتر می خوابیدم و وقتی بیدار بودم انگار بازدهی بیشتری داشتم. به ویژه در 1-2 ساعت بعد از ورزش به نظر می رسید ذهنم شفافتر عمل می کرد و نوشته هایم واضح‌تر بود. افکارم به راحتی جریان پیدا می کرد. اما وقتی ورزش نمی کردم احتمال اینکه غذای مضر بخورم بیشتر بود. تا دیر وقت بیدار می ماندم تا به کارهای بی اهمیت بپردازم. کم کم در کمرم احساس درد و فشار می کردم. سراغ علتش نرفتم، اما حدسم این است که به دلیل استرس مضاعف و نداشتن جایی برای تخلیه آن فشار خونم بالا رفته بود. به عبارت دیگر ورزش عادتی بنیادی است که سایر تکه‌های زندگیم را سر جای خود قرار می دهد. وقتی ورزش می کنم بقیه چیزها به خودی خود جفت و جور می شوند. لازم نیست به داشتن تغذیه بهتر فکر کنم. لازم نیست خودم را مجبور کنم که روی انجام کارهایم تمرکز کنم. ورزش خود به خود من را به سمت بهترین نسخه خودم سوق می دهد. عادتهای بنیادی شما چیست؟ من همیشه در بهترین حالتم نیستم. اما روزهایی که ورزش می کنم همه چیز کمی راحت تر به نظر می رسد و من همانطور که تلاشم را برای بهتر شدن ادامه می دهم از هر کمکی که بتوانم استفاده می کنم. تصور کنید اگر 1-2 مورد از این عادتهای بنیادی پیدا می کردید که خود به خود بقیه تکه های زندگیتان را سر جای خود قرار می دادن، چقدر زندگی شما راحت تر و سبک زندگیتان رضایت بخشتر می شد. اغلب اوقات ما برای زندگی کردن به آن شیوهی که می خواهیم به تقلا می افتیم. زیرا اراده لازم برای گرفتن تصمیم‌های مختلف را نداریم. چه خودداری لازم برای تغذیه سالم، چه شجاعت لازم برای خطر کردن، چه انرژی لازم برای بیشتر داوطلب شدن و چه عزم لازم برای عملکرد بهتر در محل کار. ما همه این تصمیم‌ها را به تأخیر می‌اندازیم، حتی با اینکه می‌دانیم مهم هستند. صرفاً به این دلیل که اراده لازم را نداریم تا کاری کنیم که امروز اتفاق جدیدی بیفتد. بهبود سبک زندگی و رسیدن به جایگاه آدمی که تکلیفش با خودش مشخص است، آنقدرها هم که فکر می‌کنید سخت نیست. در واقع ممکن است فقط یک عادت بنیادی نیاز داشته باشید تا قطعات دومینو پشت سر هم بیفتند. وقتی که همه چیز سر جای خود قرار می‌گیرد، در حال انجام چه کاری هستید؟ عادت بنیادی شما چیست؟ آن را پیدا کنید و بیشتر انجامش دهید. چرا پایبندی به عادتهای خوب اینقدر سخت است؟ آیا تا به حال عزم خود را جذب کرده اید که واقعاً به یک رفتار جدید پایبند باشید و 1 هفته بعد به یکباره متوجه شوید که اصلاً آن کار را انجام نمی دهید؟ برای من که پیش آمده است. چرا ایجاد عادتهای خوب اینقدر سخت است؟ چرا ایجاد تغییرات پایدار اینقدر دشوار است؟ چطور ممکن است قصد بهتر شدن داشته باشیم اما باز هم شاهد پیشرفت کمی در خود باشیم؟ و از همه مهمتر، آیا می توانیم کاری در این باره انجام دهیم؟ اهداف زندگی شما عادات شما نیستند. اهداف جسورانه‌ای که برای زندگی خود دارید فوق‌العاده‌اند. ما بابت داشتن آنها به شما افتخار می‌کنیم. اما ممکن است این اهداف به این منظور وجود داشته باشند که حواستان را از چیزی که واقعاً شما را می‌ترساند پرت کنند. تغییر در عادت‌های روزمره شما که به معنای بازآفرینی دیدگاه شما در مورد خودتان است.
همه ما امیدها و رویاهایی داریم و اگر شما ندارید، احتمالاً از آن دست افرادی نیستید که چنین مقاله‌ای را می‌خوانند و بیشتر مواقع دست کم یک درک کلی از چیستی این اهداف داریم. تناسب اندام، سلامتی مطلوبمان که می‌خواهیم از آن لذت ببریم، احترامی که می‌خواهیم از اطرافیان خود دریافت کنیم، چیز مهمی که می‌خواهیم خلق کنیم، روابطی که می‌خواهیم با خانواده و دوستانمان داشته باشیم و عشقی که می‌خواهیم با دیگران به اشتراک بگذاریم. به طور کلی این چیز خوبی است. خوب است بدانید چه می‌خواهید. داشتن هدف به شما این حس را می‌دهد که مسیر و مقصدی دارید. با این حال این امیدها و رویاها از یک جهت در روند بهتر شدن شما اختلال ایجاد می‌کنند. خواسته هایتان می توانند به راحتی شما را وسوسه کنند تا لقمه بزرگتر از دهانتان بردارید. دقیقاً می دانید منظورم چیست. شما تحت تاثیر سریال بزرگترین بازنده قرار می گیرید. به باشگاه می روید تا مرز از پا در آمدن تلاش می کنید و 3 ماه بعدش را صرف استراحت می کنید تا تجدید قوا کنید. بالاخره هوس می کنید کتاب خود را بنویسید. آخر هفته کل روز را صرف نوشتن می کنید و سپس روز شنبه برمیگردید سر کار خود و دیگر هیچ وقت به سراغ کتابتان نمی روید. شما از داستانهای دوستتان در مورد سفرهایش به کشورهای جدید انگیزه می گیرید. بنابراین شروع می کنید به برنامه ریزی برای سفر خودتان به دور جهان. اما در نهایت به دلیل وجود جزئیات زیاد سردرگم می شوید و در خانه می مانید. اغلب اوقات اجازه می دهیم انگیزه ها و خواسته هایمان ما را بیش از حد هیجان زده کنند و سعی می کنیم به جای اینکه با یک خرده عادت جدید شروع کنیم تمام مشکلاتمان را یکباره حل کنیم. بله، می دانم که چون این کاری به اندازه اینکه بگویید در 3 ماه 15 کیلوگرم وزن کم کرده اید جذاب نیست. اما حقیقت این است رویاهایی که دارید بسیار متفاوت از اقداماتی است که شما را به آن رویاها می‌رساند. پس چگونه می‌توانیم این میلمان به ایجاد تغییرات متحول کننده را با نیاز به ایجاد خرد عادت‌های پایدار متعادل کنیم؟ خوشحالم که این سوال برایتان پیش آمد. رویاهای بزرگ داشته باشید، اما از چیزهای کوچک شروع کنید. اگر در ایجاد تغییرات جدی مصمم هستید، به عبارت دیگر اگر مصمم هستید از الان خود بهتر شوید، باید از چیزهای کوچک شروع کنید. عادتهای معمولی چه خوب و چه بد را فرض کنید. مسواک زدن، بستن کمربند ایمنی، جویدن ناخن‌ها. این کارها به قدری کم اهمیتند که به آنها حتی فکر هم نمی‌کنید. شما آنها را به صورت خودکار انجام می‌دهید. آنها کارهای کم اهمیتی هستند که الگوهای رفتاری پایدار می‌شوند. آیا منطقی نیست که برای ایجاد عادتهای جدید از ایجاد تغییرات کوچکی که مغزمان بتواند آنها را به سرعت یاد بگیرد و خود به خود تکرار کند شروع کنیم؟ اگر طرز فکرتان درباره اهداف زندگیتان در ارتباط با چیزهای بزرگ و جسورانه‌ای نباشد چه؟ اهدافی که لازم است شرایط برای رسیدن به آنها فراهم شود یا در صورت وجود منابع بهتر با دستیابی به فرصت‌های طلایی زندگی بتوانید آنها را به دست آورید و در عوض آن اهداف را در رفتارهای روزمره کم اهمیتی ببینید که تا زمان موفقیت حتمی تکرار می‌شوند. چه می شود اگر برای کاهش وزنتان به اندازه 25 کیلوگرم لازم نباشد محققی یک رژیم غذایی عالی برای شما کشف کند یا شما به اراده ابر انسانی دست پیدا کنید و در عوض رسیدن به این هدف به مجموعه‌ای از خرد عادت‌ها وابسته باشد که می توانید همیشه آنها را کنترل کنید. عادت‌هایی مثل 20 دقیقه پیاده‌روی روزانه، نوشیدن 8 لیوان آب در روز و خوردن 2 وعده غذایی به جای 3 وعده. به نظرم این نقل قول از ویجی فاگ استاد دانشگاه استنفورد این دیدگاه را به خوبی نشان می‌دهد.
اگر بذر مناسب را در محل مناسب بکارید، بدون نیاز به زحمت اضافه رشد خواهد کرد. به نظرم این بهترین تشبیه برای ایجاد عادت هاست. بذر مناسب همان رفتار کم اهمیتی است که انتخاب می کنید. محل مناسب همان ترتیب است. اینکه بعد از چه چیزی آن را انجام می دهید. زحمت اضافه همان افزایش انگیزه است که به نظرم هیچ ارتباطی با ایجاد عادتهای جدید ندارد. در واقع تمرکز بر اینکه انگیزه را بهترین راه برای ایجاد عادات جدید بدانیم کاملا اشتباه است. اجازه بدهید واضح‌تر بگویم. اگر رفتار کم اهمیت مناسبی را انتخاب و ترتیب انجام آن را رعایت کنید، دیگر برای رشدش نیازی به انگیزه ندارید. این اتفاق خود به خود رخ می‌دهد. مانند بذر خوبی که در محل مناسبی کاشته شده است. ویجیفای بنیانگذار سایت خرد عادت‌ها. فوق‌العاده نیست؟ رویکرد متداول این است که به محض پیدا کردن انگیزه به درون بخش عمیق شیرجه بزنید. اما به سرعت شکست بخورید و همانطور که عادتهای جدیدتان در حال غرق شدن هستند، آرزو کنید کاش اراده بیشتری داشتید. رویکرد جدید این است که ابتدا در بخش کم عمق پیش بروید. سپس به آرامی به قسمت‌های عمیق‌تر بروید تا به نقطه‌ای برسید که چه انگیزه داشته باشید و چه نداشته باشید بتوانید شنا کنید. بر سبک زندگی تمرکز کنید، نه بر تحول زندگی. اغلب مواقع تمام فکر و ذکر ما ایجاد تغییراتی است که زندگیمان را متحول کنند. کاهش وزن به اندازه 25 کیلوگرم تغییری متحول کننده و خوردن 8 لیوان آب در طول روز سبک زندگی جدید است. انتشار اولین کتابتان تغییری متحول کننده و هر روز ایمیل زدن به نماینده جدید ادبی سبک زندگی جدید است. 2 ماراتون تغییری متحول کننده و 3 روز در هفته دویدن سبک زندگی جدید است. داشتن $20,000 درآمد اضافه در هر سال تغییری متحول کننده و انجام 5 ساعت کار اضافه در هفته در یک شغل آزاد سبک زندگی جدید است. بالا بردن وزنه 45 کیلوگرمی تغییری متحول کننده و 3 روز در هفته وزنه زدن سبک زندگی جدید است. تفاوت را می‌بینید؟ داشتن هدف برای زندگی خوب است چون به شما جهت می‌دهد. اما این اهداف همچنین ممکن است شما را فریب دهند تا بیشتر از آنچه از پس آن برمی‌آیید به عهده بگیرید. عادت‌های روزمره، امور روزمره کم اهمیت و تکرار شونده آن چیزی است که سبب تحقق رویاهای بزرگ می‌شود. چه زمانی باید با خودتان نامعقول رفتار کنید؟ اگر در تلاش هستید بهتر شوید، سالم‌تر زندگی کنید یا امیدوارید تغییری ایجاد کنید، جملاتی مثل اگه تمام تلاشت رو نکنی فایده نداره یا از دل و جون مایه بذار را معمولاً از جانب دوستان، خانواده و همکاران خیرخواه خود شنیده اید. اما اینکه از خودتان انتظار عالی بودن داشته باشید چه زمانی ایده خوبی است و چه زمانی اهداف بزرگ باعث می شوند تیشه به ریشه خود بزنید. شاید از همه اینها مهمتر این باشد که چگونه می توانید تمایل به بهتر شدن را با هدف شاد ماندن متوازن کنید. قدرت انتظارات بالا. چند ماه پیش رادیوی ملی امریکا خبری منتشر کرد که توضیح می‌داد چگونه انتظارات معلمان می‌تواند عملکرد دانش آموزان را تا حد چشمگیری تغییر دهد. این خبر با پوشش مطالعه تحقیقاتی معروف رابرت روزنتال، استاد دانشگاه هاروارد آغاز شد. در این مطالعه 18 معلم مدارس ابتدایی از دانش آموزان خود آزمون ویژه‌ای گرفتند که روزنتال آن را طراحی کرده بود. این آزمون پیش بینی می‌کرد که کدام دانش آموزان در چند سال آینده مستعد افزایش ضریب هوشی هستند. البته نکته اصلی این بود که این آزمون اصلاً آزمون ویژه‌ای نبود. صرفاً یک آزمون معمولی سنجش ضریب هوش بود با اسمی با کلاس. اما معلم‌ها از این موضوع بی‌خبر بودند. وقتی که نتایج آزمون معلوم شد،
روزنتال به صورت تصادفی تعدادی از دانش آموزان هر کلاس را انتخاب کرد و به معلمان گفت که این دانش آموزان شکوفا هستند و پیش بینی می شود که دانش آموزان ممتازی شوند. در حقیقت این دانش آموزان با همکلاسی های خود هیچ توافقی نداشتند. چند ماه بعد دوباره یک آزمون ضریب هوش دیگر از دانش آموزان گرفته شد. نتایج حیرت آور بود. دانش آموزانی که شکوفا خطاب شده بودند، با اینکه در ابتدا دانش آموزانی معمولی بودند، در آزمون ضریب هوش در مقایسه با همکلاسی های خود نمرات بسیار بهتری کسب کردند. دلیل این اتفاق چه بود؟ محققان پی بردند که این پیشرفت به دلیل برخورد متفاوت معلمان با دانش آموزانی است که انتظار می‌رود موفق شوند. دانش آموزان شکوفا در مقایسه با دیگر دانش آموزان کلاس بازخوردهای بیشتری دریافت می‌کردند. برای پاسخگویی به سوالات زمان بیشتری به آنها داده می‌شد و به طور کلی لبخند، تکانهای سر و حرکات تاییدی بیشتری از معلمان خود می‌دیدند. به عبارت دیگر، وقتی معلمی با یک دانش آموز طوری رفتار می‌کرد که انگار سرنوشتش این است که باهوش شود، آن دانش آموز حتی اگر در ابتدا معمولی بود، در نهایت باهوش می‌شد. این موضوع چه ربطی به شما دارد؟ مطالعه‌ای که در مورد آن صحبت شد، قدرتی که انتظار عالی بودن بر زندگی ما دارد را نشان می‌دهد. اما اگر به قدری خوششانس نباشید که به طور تصادفی برای گروه شکوفا انتخاب شوید چه؟ آیا محکوم به معمولی بودن هستید؟ خوشبختانه خیر. دست بر قضا دو یافته جالب دیگر نیز در این مطالعه وجود داشت. اولین مورد این بود که همه دانش آموزان کلاس پیشرفت کردند و گروه شکوفا صرفاً پیشرفت بیشتری داشتند. بنابراین با وجود اینکه حمایت دیگران در رسیدن به موفقیت به شما کمک می‌کند، به تنهایی نیز می‌توانید موفق شوید. دومین یافته مهمی بود که انتظار عالی بودن از طرف معلمان تفاوت زیادی در دانش آموزان کم سن و سال ایجاد کرد. اما برای دانش آموزهای بزرگتر این گونه نبود. انتظار عالی بودن از طرف معلمان بر دانش آموزان مقاطع بالاتر تأثیر چندانی نداشت. به عبارت دیگر، با افزایش سن، انتظاراتی که دیگران از شما دارند کم اهمیت تر می شود. ولی انتظاراتی که شما از خودتان دارید مهمتر می شود. به این دلیل که دانش آموزان ابتدایی زیادی این کتاب را نمی خوانند، حدس می زنم که شما جزء گروه مذکور هستید. همه اینها ما را به این سوال می رساند: چه انتظاری از خودتان دارید؟ مطالعه‌ای که در مورد آن صحبت شد، قدرتی که انتظار عالی بودن بر زندگی ما دارد را نشان می دهد. اما اگر به قدری خوششانس نباشید که به صورت تصادفی برای گروه شکوفاها انتخاب شوید چه؟ آیا محکوم به معمولی بودن هستید؟ خوشبختانه خیر. دومین یافته مهم این بود که انتظار عالی بودن از طرف معلمان تفاوت زیادی در دانش آموزان کم سن و سال ایجاد کرد. وقتی با فردی بر اساس شخصیتی که دارد رفتار می‌کنیم، باعث می‌شود او از آنچه هست بدتر شود. ولی اگر با او طبق جایگاهی رفتار کنیم که گویی ظرفیتش را دارد به آن برسد، ما او را به فردی که باید باشد تبدیل می‌کنیم. یوهان ولفگانگ فون گوته، متخصص مغز و اعصاب معروف ویکتور فرانکل، توضیح می‌دهد که انتظار عالی بودن چقدر می‌تواند مهم باشد. فرانکل می‌گوید که شما می‌توانید عالی بودن را در زندگی خود انتخاب کنید. دستیابی به ظرفیت واقعی خود تصادفی اتفاق نمی‌افتد، بلکه نتیجه حرکت به سوی هدفی فراتر از چیزی است که معمولاً برای رسیدن به آن تلاش می‌کنید. بسیاری از افراد به اهداف خیلی معمولی رضایت می‌دهند، زیرا این کار منطقی است. مشکل چنین کاری این است که بر سر چیزهایی که واقعاً ارزش جنگیدن ندارند، رقابت زیادی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، همه در حال جنگیدن بر سر دستیابی به نتایج معمولی هستند. با این حال، اگر هدفی کاملا نامتعارف داشته باشید، متوجه می‌شوید که افراد بسیار کمی هدفی مشابه شما دارند. در نتیجه، در انتخاب اهداف دشوار، جادوی خاصی وجود دارد. اگر بتوانید تلاش برای رسیدن به آنها را شروع کنید، رسیدن به این اهداف نسبتاً ساده است.
با وجود این هر هدفی که برای خودتان تعیین می‌کنید نباید نامعقول باشد. کدام اهداف باید نامعقول باشند؟ من اغلب درباره قدرت پیروزی‌های کوچک و عادت‌های روزمره صحبت می‌کنم. به همین دلیل دومین یافته مهم این بود که شاید با شنیدن حرف‌های من درباره اینکه اهداف بزرگ و نامعقول چقدر می‌توانند فوق‌العاده باشند سردرگم شده باشید. نگران نباشید. من خرد عادت‌ها را رها نکردم. بیشتر اوقات شما باید بر ایجاد عادت‌های روزمره تکرار شونده تمرکز کنید. به ویژه زمانی که سعی می‌کنید کار جدیدی انجام دهید. به نظر من تمرکز بر اثبات هویتی قوی‌تر به خودتان همیشه زمینه را برای رسیدن به نتایج بهتر در آینده فراهم می‌کند. تعیین اهدافی که لازمه محقق شدن آنها عملکرد فوق‌العاده است. به ندرت به خوبی تمرکز بر ایجاد هویت برنده کارساز است. پس چه زمانی انتخاب کردن اهداف نامعقول ایده خوبی است؟ وقتی برای انجام کاری نیاز به اجازه دارید. هدف نامعقول چه شکلی است؟ بگذارید مثال جالبی از زندگی خودم با شما در میان بگذارم. صمیمی‌ترین دوست من عاشق حیوانات است. برای همین قصد داشتم کار جالبی مرتبط با حیوانات انجام دهم. یکی از هدفهای معمولی احتمال رفتن به نوع باغ وحش است که بتوان که در آن حیوانات را نوازش کرد. اما به جای انجام چنین کاری تصمیم گرفتم کاری جسورانه تر امتحان کنم. پرسجو کردم تا ببینم جایی هست که به ما اجازه بدهند به حیوانات غذا بدهیم و یک گردش خصوصی در آن انجام بدهیم. در نهایت یکی از کارکنان پناهگاه حیوانات را راضی کردم تا آنجا را به ما نشان بدهد. ما به صورت اختصاصی از بخش گربه‌سانان و خزندگان بازدید کردیم و به یک پلنگ سفید 270 کیلویی به اسم نیکو غذا دادیم. ممکن است تصور کنید این تجربه جذاب است یا شاید خلاف آن فکر کنید. اما نکته اینجاست که انجام کاری کاملا نامعقول معمولاً بیشتر از آنچه فکر می‌کنید امکان پذیر است. زیرا با فرد یا افراد دیگری رقابت نمی‌کنید. اگر می‌خواهید برای خودتان هویت جدیدی بسازید، باید از چیزهای جزئی شروع کنید. اما اگر هدفی دارید که نیاز به موافقت شخص دیگری دارد، باید سعی کنید کاری جسورانه انجام دهید. زیرا برای انجام آن کار رقابتی وجود نخواهد داشت. به شما میگویم وقتی بحث عمل کرد یا ظاهر است، اهداف بزرگی انتخاب نکنید. اما میدانم هنوز هم ممکن است برخی از شما فکر کنید باید چنین اهدافی داشته باشید. هدفهایی مثل میخواهم امسال درآمدم را $10,000 بیشتر کنم یا میخواهم امسال 25 کیلوگرم وزن کم کنم. من هنوز هم بر قدرت عادتهای خوب تاکید میکنم. اما اگر برای رسیدن به هدف بزرگی مربوط به عملکرد مصمم هستید، باید یک چیز را بدانید. ناکامی به معنای شکست نیست. به نظر من کامیابی ترکیبی از موفقیت و قدردانی است. تیم فریز. وقتی به دنبال هدفی هستید، چه مهم باشد و چه پیش پا افتاده، یادتان باشد که قدردان میزان پیشرفتتان باشید. بسیاری از ما وقتی به هدف مهمی که برای خودمان تعیین کرده ایم نمیرسیم، بیش از هر چیزی احساس افسردگی میکنیم. زیرا شکست خورده ایم. من هم به اندازه بقیه درگیر این مشکل هستم. البته حقیقت این است که حتی اگر هیچ وقت به اهداف مهم خود نرسیم، باز هم بسیار بهتر از قبل هستیم. اگر هدفی داشته باشید که به اندازه کافی با اهمیت باشد، ناکامی در همه زمینه‌ها برایتان بسیار گران تمام می شود. اما حتی اگر خیلی بهتر از نقطه شروع خود باشید، قبول شکست بسیار آسان است. توازن لازم ترکیبی از قدردانی و موفقیت است. وقتی به دنبال اهداف با اهمیت باشید، نباید از اینکه فقط تا نیمه راه پیش رفتید غمگین شوید. زیرا همین نیمه راه اغلب جلوتر از جایی است که اگر از ابتدا اهداف کم اهمیت تری انتخاب می‌کردید به آن می‌رسید. اگر به دنبال هدف‌های جسورانه هستید و می‌خواهید شاد بمانید، نباید دیدگاه موفقیت یا شکست داشته باشید. نهایت تلاش خود را بکنید تا بهترین نسخه خود شوید و بابت آنچه در این راه به دست آوردید قدردان باشید.
انجمن ما از شما انتظار کارهای بزرگ دارد؟ اگر فکر می‌کنید هیچ کس از شما انتظار کارهای بزرگ ندارد، من اینجا هستم تا بگویم من این انتظار را از شما دارم. بزرگترین خواسته من این است که انجمن ما پر از افرادی باشد که اهداف مهمی در ذهنشان دارند و برای ارتقاء سطح استانداردها در حال جنگیدن هستند و از زندگی که برای خودشان می‌سازند لذت می‌برند. برای ما مهم نیست که از کجا شروع می‌کنید. برای ما مهم نیست که به نظر خودتان چقدر از اهداف نامعقولی که برای خود تعیین کرده اید فاصله دارید. اگر عضوی از این انجمن هستید، مهم نیست که نقطه شروعتان کجاست، زیرا آنجا نخواهید ماند. شما در حال بهتر شدن هستید. خب دیگه وقت به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. امیدوارم اگر از این کتاب خوشتون اومده باشه برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. حتما در خیلی از موارد زندگی به شما کمک خواهد کرد. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.